بهتر نیست توی سال جدید آیین نیاکانمون رو زنده نگه داریم؟ پس بیاین بعد از این به جای عید نوروز بگیم جشن نوروز و به جای عیدت مبارک بگیم نوروز همایون باد. همچنین در لحظه تحویل سال که میراث نیاکانمونه به جای خوندن دعای عربی این نیایش پارسی رو بخونیم. گشت گرداگرد مهر تابناک ایران زمین، روز نو آمد و شد شادی برون زن در کمین. ای تو یزدان ای تو گرداننده مهر و سپهر، برترینش کن برایم این زمان و این زمین. برای زنده نگه داشتن آیین نیاکانمون این پست رو تا جایی که میتونید به اشتراک بذارید.